بیننده‌های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی چراغ هدایت مهمان خانه‌های شماست. در صحبت ما معاون رئیس شورای علمای دین ولایت سوق استاد خواجه میر استاد خوش آمدید میگم. این نوبت ما همراه استاد تصمیم گرفتیم یک موضوع را مطرح کرده باشیم که از زندگی هر روزی ما برمی آید، از یک عملی بسیار خیر انسانی. همیشگی انسان در فاصله عمر به حالتهای گوناگون دچار می شود. بیماری یکی از آن حالتها. چون بیمار شد، در حالت بیماری انسان همیشگی نیاز دارد به نفری نزدیک، به نفری که او را می پرسد چه حال دارد، و این روند را نامش را عیادت می گویند. نفران از حال بیماران خبر می گیرند به نیت عیادت، و خود عیادت بسیار ثوابیت بزرگ دارد. استاد عزیز، من سوال نخستین من از همین مسئله در مورد عیادت بیمار، دین مبین اسلام چی گفته است؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود و رحمت خداوند و حضرت محمد مصطفی علیه السلام. حقیقتا درست بیان کردید. انسان در یک حالت نیست، صبر که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همه امتانشان بتون انسانیت آگاه میکنن که اغتنم خمسن قبل خمسین، پیش از 5 چیز نآمدن 5 چیز قدرش برسید. از جمله همون 5 چیز یعنی صحتی که قبل سقمیک، پیش از آمدن بیماری صحت بودن، تن صحتت غنیمت دان میگن جناب رسول الله. از این معلوم میشه است که انسان در یک حالت نیست. البته گو بیمار میشد، گو دیگر حالت ها. اکنون دین مبین اسلام از بس که دین رحمت است، دین شفقت است، دین مهربانی است، دینی که برای انسان ها فقط خیری و نیکویی را که میخواهد. بیمار عیادت کردن، دیدن بیمار یکی از عملهای صالحی بزرگی که در اسلام حسابیده می شود. این را توصیف و ترغیب و تشویق می کند. از آن جمله پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی که متفق علیه هست میگویند که حق المسلم علی المسلم 5. مسلمان ها میگویند در مابین همدیگر 5 تا حق دارند. چطوری که حق و حقوق پدر و مادر در گردن فرزند هست، حق و حقوق فرزند در گردن پدر و مادر است، حق و حقوق همسر در گردن شوهر، حق و حقوق شوهر در گردن همسر است. غیر از اینها دین مبین اسلام بینید که یک دینی هست که این احترام همه، دین شفقت و مهربانی، فقط فرزند برای پدرش یا که پدر فرزند برای فرزندش نه، بلکه در مابین همدیگر حق مسلمان ها را بیان کردگی هستند. از جمله همون حقایی که پیغمبر خدا میگن یکمش رد السلام، یعنی سلام علیک گرفتن. دویمش همین که عیادت المریض، موضوع امروزی ما که هست، یعنی بیمار چا کردن، عیادت کردن. البته درباره بیمار یعنی عیادت کردن بسیار حدیث های بسیاری هست، روایت های بسیاری هست. از آن جمله یک حدیثی هست که خداوند جل شأنه روز قیامت بندگانش میپرسیده است که فلان بندش که از اعمال بندگانش پروردگار همش با خبر است. روز قیامت باز برای آگاه کردن همون عمل ها از بندش میپرسیده است که من کسل بودم، بیمار بودم، چرا مرا عیادت نکرده؟ اون بنده میگوید است که یا رب العالمین انت رب العالمین، تو خداوندی بزرگ هستی، تو چه خیلی کسل شدی؟ البته ما میدونیم که پروردگار کسل نمیشه، بی‌نیاز است. خداوند میگفت است که فلان بنده همسایت می، خیشت می، تبارت می، یک سنم میگرد بیمار شدگی بود که اگر نزد هوای میرفته مرا در همونجا پیدا میکردی. تو وی بیمار عیادت نمیکردی، تو مرا عیادت میکردی. تا کدام درجه پروردگار جل شأنه بیمار عیادت کردن، بیمار از احوالش خبر گرفتن، احتیاجات بیمار برآوردن، خداوند به عیادت خودش یعنی برابر کرده است. از این معلوم میشد است که بیمار عیادت کردن، بیمار
یعنی رفته از حالش خبر گرفتن یکی از عملهای بسیار هم یعنی بزرگ است. انشاءالله حالا درباره این بو گفته میگذاریم درباره سوال داده کردن، لیکن ما مدامی که حدیثی که سر کردیم که حدیث گفتیم پیغمبر خدا گفتن که حق المسلم علی المسلم خمسون از باب امانت علمی این حدیث بعد ما تا آخرش رسانیم، لیکن موضوع امروز رو شرح میدیم. یکمش جواب دادن سلام، دومش عیادت المریض، سومش اتباع الجنازه. جنازه که شد البته جنازه بیکار رفتنش در کار چون که فرض کفایه است. اگر بی عذر ترکش کن، اگر در همون محله، اگر درباره این که این هم مسئله مهم است، مسئله مهم درباره مثلا جنازه دو خیل میشه، فرض کفایه میشه، فرض عین میشه. اگر همسایتون همون گذرنگیتون اگر گذرد شما نروید گناهگار میشه، چون در گردن شما فرض کفایه است، فرض عین است، باید اشتراک کنید. اما از جای دورتر خبر میکنند از همون محلی شما یک نفر دو نفر رود از گردن شما ساقط میشه، این فرض کفایه میشه. یعنی سومین حق مومنی این چی بود؟ یعنی جنازه خوندن، یکمش سلام علیه گرفتن، دوم دیدن کسال، سومش یعنی چاکردن جنازه خوندن، چهارمش اجابت الدعوه. یک کس دعوت میکند، البته همون دعوت یک کس رفتن بی عذر باید ترک نکنیم، چون حق مسلم. یک کس دعوت دیدش میکشه شما را دعوت تو میکند، اکنون باید که آدم رو جدا نکنیم. این فلانی دعوت کردن، دعوت که شد اجابت دعوت حق مسلمانی است، حق همدیگر است. چطوری که پدر از فرزندش حقش طلب میکند که حق من به جا بیار، ان همون مسلمانی که خداوند حق وی در گردن شما به جا آورده است باید روید. یعنی پنجمش این هم باشد جواب العاطس. یک کس اقسم میتید الحمدلله گوید اگر شما یرحمک الله میگوید، این حق مسلمان. اگر درباره یعنی کسال گفتیم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث معلوم شد که خداوند این چیز از همه مرتبه بلند وی کرده است. پیغمبر خدا میگن که وقتی که انسان با نیت خالص دیدن یک بیمار میرد، پروردگار یک چند ملائکه را همراه میکرده است، همراه میکرده است تا همون دیدن بیمار رفتن در حق وی همون ملائکه ها بخشایش میپرسیدند. اللهم اغفره، اللهم ارحمه، خداوند این بندت مغفرت کن، پروردگار این بندت رحم کن. البته انسان وقتی که کجایی که میگردد کرام الکاتبین، ملائکه هایی که در دست راست ثواب کتابان میکنن، در دست چپ گناه کتابان میکنن، اینها همراه هستند. لیکن احترام بیمار، فضیلت بیمار، چطوری که گفتیم بیمار را دیدنش برای تشویق کردن، برای مرتبهش بلند برداشتن، الله جل شأنه یک چند ملائکه های دیگر همراه میکرده است که همراه. وقتی که انسان میرفتش نزد بیمار، پیغمبر خدا مثال میبرن که وی در خرفه های جنت نشستگی است. در پیش بیمار ما میرویم، شاید که وی بیمار در نزد ما و شما حالت بیمار هر خیل است، اما در نزد پروردگار همون بندش رفته در همون جناح ها. از پیغمبر خدا پرسیدن که ما هی الخلقه، خلقه میگوید خلقه ما نفهمیدیم. پیغمبر گفتن که جناح یعنی جای بهترین. اگر مهمان خانه بدارید کرد یک برای خاطر شخصیت های بزرگ مخصوص جناح هست، برای دیگرها اگر یک غرفه باشد، یک شقه باشد، یک کامنت باشد، اما برای آدم هایی که بلند منصب هستند جناح میگوید، یعنی لوکس باید غیر از لوکس با یک طرفش یک درآمدگاه مخصوص دارد. پیغمبر خدا گفتن که نزد بیمار میروید شما به مانند که در همون جناح های جنت نشستگی هستید. غیر از این پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که وقتی که شما میروید نزد حبیب میشینید، در همون جا از همون بیمار دعا گیرید، چون که دعای بیمار خداوند مستجاب میکند. یک چند شخص ها هستند که دعاهاشون خداوند نمیگردانده است. از جمله همون شخص ها چطوره که پدر مادر در حق فرزند دعا میکنند، آدمی که مظلوم هست در حق شخصی که وی ظلمش کرده است در حق وی دعا میکنند، دعای مسافر از آن جمله دعای شخص های بیمار هم ان شاء الله مستجاب میشه. و این چنین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هم دعای وقتی که نزد بیمار میدراید چی چیز گفتنش مرحمت میکردن که عبدالله ابن عباس میگوین که ما همراه پیغمبر نزد بیمارها بیمار بینی میرفتیم، پیغمبر خدا میدرامدن لا باس طهور میگفتن. یعنی معنیش چی است؟ ان شاء الله هر کسل در کدام حالتی که می باشد هم در حق و تمنیات نیک میکردن، میگفتن ان شاء الله خوب میشه، خوب است میگفتن. در شرح همین حدیث عبدالله ابن عباس میگن که چرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همیشه در حق همین بیمار این چیز میگفتند. میگویند که در یک حدیث دیگرشون پیغمبر خدا این حدیث شرح میدن، میگن که در دو موضع میگویند ملائکه ها حضور دارند.
якумаш ҳамун назди бемор ки меравем мо малоикаҳо дар назди ҳавай ҳузур доранд. Шояд ки вай бемор касали вазмин аст, лекин аз сабаби ҳамин таманнои неки мо, дуои неки кардагӣ мо вай шифо меёбад. Омин мегӯянд. Дуюмин ҷое ки малоикаҳо доим ҳузур доранд ҳамун таъзияхона ҳаст. вақте ки таъзияхона ки меравед, шумо вақте ки дуо мекунед, иншоаллоҳ сифатҳои некиш ки баён мекунед, гарчанде ки одаме ки вай дар ин дунё ин қадар хуб набуд, сифатҳои некӣ надошт, лекин ба сабаби дуои шумо худованд гуноҳҳошро мағфират мекунад. بله تشکر واقعا بسیار اینجا واضح بیان کردید استاد. در موردی عیادت گفتید، یک نکته عجایب بازم ما ادامه منطقی بیمار دعای بیمار اجابت گفتند، یعنی در حالت بیماری بیمار همیشگی شکر میگوید. مثلا گاه اگر حتی پرسید که احوالتان چطور، خدای شکر میگوید. نه یا گاه خود پرسی کنید و مثلا استاد شاید از غایت آن که خداوند دعای آنها را اجابت میکنه تنها به خاطر اینکه آنها دائم در یاد خداوند هستند. چطوری که حاضر ما البته درباره فضیلت بیماربینی گفتیم، در همین موضوع آداب بیمار هم ذکر کرده شده است. این سوال شما مطرح کردگی این به آداب بیماری می‌دارد. حقیقتا گفتید که بیمار در کدام حالتی که باشد خدا رو شکر میکند، این بسیار نعمتی بزرگ است. در همین باره پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مرحمت کرد میگن که ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتی الشوکة یشاکوها الا کفر الله بها من خطایاه. پیغمبر خدا چی میگن؟ کدام مسلمانه که کسل می شود و خسته می شود، در سر وی یک غم می بیاد، یک ناراحتی می بیاد، در سر وی هر خیل حالت های وزنی می بیاد، لیکن وی حتی شفقت و یشاکوها، پیغمبر خدا میگن که حتی در دستش خاری خلد. بعضی علما ها میگن که انو خاری خلیده پیغمبر خدا امروز به همون ابره هایی که اکل هایی که میکنن به هوای میگن تمثیل کرده اصلا. میگن بعضی علما ها که پیغمبر خدا شفقت گفتن، این به حکمت نبود. یعنی پیغمبر خدا چی میگن؟ کدام مسلمانی که به همین چیزها مبتلا میشود، سخنی که شما که گفتید میگوید که خدا با شکر، در عوض همین پروردگار گناهاش میبخشد، گناهاش بخشیده میشود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیث دیگر میگن که کدام بیماری که ان همین عادت خدا با شکر گفته، من این کارو میکردم کسل نمیشدم، گفته از سبب کسلش با عائله‌اش جنجال و دیگر بحث ها میکنه، ثواب از دست میتن میگن. این عبدالله ابن مبارک یک جا رفتن که یک کس همین که در سرش یک وزمینی اومده سو، همین بسیار هم بیمار داد فیغان ناله. پیغمبر خدا گفتن که حضرت عبدالله ابن مبارک گفتن که شما یک عجبات گفتن تو بعضی آدم‌ها که یک کسل رو دو کسلی میکنه، بیمار شده است، ناتاب شده است، لیکن ثواب کسل رو از دست میتید. این سخن‌های ناشایسته است. از همین لحاظ هم آداب بیمار باید که این شکر کند، صبر کند، از خداوند داند، دوا جوید، دوای حقیقی رو کند. در همین باره حاضر یک سوال پیدا میشد که بعضی شخص‌ها البته بیمار میشوند، همونها همین توکل در پیشانیم در تقدیرم بوده است گفته استن، یا که در جستجوی دوا شود. یک صحابه نزد پیغمبر آمده به همین سوال مراجعت کرد. پیغمبر خدا یک پهلو نشستگی بدن، وقتی که این سوالی که فهمیدن از جاشون خستن، یا عباد الله گفتن، همه را دعوت کردن، گفتن که اینجا بیایید. بسیار سوال عجایب گفتن، شما در جستجوی دوا شوید، چون که الله سبحانه و تعالی یگان کسلی را خلق نکرده است که و دواش خلق کردگی نباشد، و دواش دادگی هست، علاجش رو خلق کردگی است. در برابر یک دادن کسلی خداوند علاجی ویم خلق کرده است. گفته پیغمبر خدا گفت. از این معلوم میشه است که آدم مریض بیمار حتما در پس جستجوی طبیب حاذق در پس جستجو شود. در دیگر حدیث جناب رسول الله میگن که وقتی که بیمار از همون بیماری میخیزد و اگر همین سخن‌هایی که شما گفتید سخن ناجایه در حق پروردگار، سخن‌های شرک آمیزانه نگوید که چرا من کسل کرده فلان آدم‌ها صحت گشتند، من این گفته وای گفته، اگر در حق خداوند این خیلی ناراضگی نکردگی باشد و صبر کردگی باشد،
از همان بالین بیماری اگر صحت شود و مانند نو از مادر تولد شدگی از گناه پاک می شود. و این چنین اگر از دنیا گذرد با گناه های بخشیده از این دنیا می رود که پیغمبر خدا وعده کردن که مکافاتش جنت است. از برای همین هم البته شخص بیمار هم در برابر اینقدر اجر و پاداش و مکافاتی که خداوند برای وعده کرده است البته حرکت کند که یعنی چیکار کند ثواب گیرد. در همین باره سلیب گفته که صحابه ننک پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نزدش در آمدن که خیلی در یک حالتی بسیار هم وزمینی تبش بلند زکام، یعنی امروزه میگوییم و زنه کسلیه که حاضر شمال نمیش میکند که زکام میشه گریب میشه. بعد گفتن که ای سلیم تو بعد گفت که لا بارک الله لی عندی حما، برای من گفتن همین تب کسلی وزمین من این کسل خدا برکش گیرد. گفته پیغمبر خدا گفتن لا تسب الحما، تو کسلی رو دشنام نده، اگر صبر کنی خداوند هم شفا میدهد غیر از شفا گناهات بخشیده میشوند. از برای خاطر همینم علمون کسلی رو دشنام دادن یا که فلان چی من ناز آیلم نگاه بین نکرد این نکرد. البته احتیاط الوقایه تو خیر من علاج کردن، لیکن بعد از بیمار شدن فقط در جستجوی طبابت صحیح و به پروردگار شکر و در عوض کسلی داده که صبر کردن در کار که خداوند خودش فاذا مرضت فهو یشفینی. خدا حضرت قصه ابراهیم خداوند در قرآن میگه که وقتی که بیمار میشود در بعد از بیمار شدن خداوند بیمار شدن گفتن که با خداوند شفا میتن. ما به قصه حضرت ایوب علیه السلام، ایوب پیغمبر خدا بود لیکن خداوند با یک بیماری به نهایت شاید که در تاریخ نگاه کنیم میگن به این خیلی بیماری وزن نفری رو ما دچار نمیشویم دچار شده باشد. نبی الله بودن حضرت ایوب، نبی الله پیغمبر خدا بودن، لیکن خداوند ابتلاشون کرد بیمارشون شد که وقتی که خداوند قصه بیماری حضرت ایوب علیه السلام در قرآن ذکر میکند میگن وقتی که همون آخر حالت های بسیار در تنشون فقط پوست بود و استخوان، یگان ذره گوشت موندگی نبود، حتی کرم ها برآمده در بدنشون تمامی همون گوشت وای کردگی بودن کرم ها میریختن. وقتی که همسرشون نزد حاجتخانه برد تأخیر شد. وقتی که همون نزد حاجتخانه که رفتن حضرت ایوب دعا کردن انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، گفتن که پروردگارا این حالت من دیسادی تو ارحم الراحمین هستی که در همان حالت الله سبحانه و تعالی دستور داد به حضرت ایوب بعضی کارها رو به جا آوردن در همون شفا یافتن. وقتی که از حاجت خانم گشته می رفتن همسرشون در بیرون پایده ایستاده بود، نگاه کرده گفتن که نبی الله ایوب گفتن نآمد تأخیر کرد، تو بهوه مانندی داری وی رو اینجا ندیدی؟ و حضرت ایوب گفتن که من همون نبی الله ایوب من هستم. این صبر ایوبی صابر میگن که از سبب صبر از سبب دعا انشاءالله خداوند همون بیمار به شفا میدهد اگر عمرش دراز باشد. اگر لیکن از سبب بی‌صبری و بی‌وفایی هم بیمار میشود لیکن ثواب بیماری از دست میدهد. باید که همین آداب بیمار آداب شرعیه که خداوند برای وی مشروع کرده است باید همون آداب یعنی به جا بیارد. تشکر. شما از قصه حضرت ایوب یادآور شد، همون بیت مشهور یادم اومد که هر کی در غم صبر کرد ایوب میدانه ما، خوب هجران کرده رو یعقوب میدانه ما. استاد عزیز تشکر. خوب اسلام دین تحمل پذیری مخصوصا مذهب ما مذهب تحمل پذیری مذهب حنفی و زندگی حضرت پیامبر خود یک مکتب بزرگ، مکتب خوب مکز هم پیامبری رحمت هم یک نفر معلمی اخلاق حمیده و همیشگی وقتی بیمار میشد همسایه ها نو بحثه از آن که آنها در کدام دین هستند اول خبرگیری میکردند، عیادت میکردند، با رفتارشان نمونه بودند که گویم حتی آنهایی که مریض باشند غیر دین اما قائل میشدند میگفتند که انا این است. گویم صفتی بزرگ پیامبری همچنین صفتی اولی دینداری.
حقیقتا دین تحمل پذیر گفتید. یک قصه یکی از شخصیت ها که در زمان پیغمبر همین بیمار شد و خاطرم اومد این ذکر کنیم. البته چون که بعضی کسا در کسلی های خود تاب نمی بیارند و کارهای زشت دست میزنند، برای خاطر آگاه شدن از همین کار یک صحابه نزد پیغمبر نشسته بود و یک شخص دیگری که صحابی دیگر بسیار صفت کرد که بسیار هم سیر عبادت است، خیلی هم خیرخواه است، لیکن پیغمبر خدا گفتند که فهو فی النار، دوزخ است. ان همون صحابه که این سخن از زبان پیغمبر شنید، صحابه که صفتش کرد هوای پیروی کرد از عقبش، دائم میگشت که این چرا پیغمبر خدا. حقیقتا یک روز در یکی از غزوها به تیر رسید، از سبب همون بیماری طاقت نکردن خودکشی کرد. ولی چطوری که گفتید دین مبین اسلام این دین چیه؟ صبر، این تحمل که در بیماری ها، در کسلی ها حتما صبر کردن، تحمل کردن و هر خیلی کارهای زشت اگر خدا نخواهد خودکشی کند، اگر از سبب بیماری، از سبب مشقت، و پیغمبر خدا چی گفتن؟ فهو فی النار، یعنی در دوزخ است. حتی آدمای خودکشی هم به عذر اگر خودکشی کردگی باشد، اگر مجنون باشد، بی عقل باشد و باشد، عذر است. اما آدم صحت سلامت از مشقت و مصیبت این دنیا، از بیماری این دنیا اگر خودکشی کند، پیغمبر خدا وعید ویها را بیان کرده هستند. اکنون درباره دین مبین اسلام، دین رحمت بودنش و همه رحمت بودنش، حقیقتا یکی از جوانها خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن که یهودی بود، که خدمت پیغمبر میکرد. یک روز دیدن که پیغمبر خدا در راه ندیدندش، همسایه بود. پیغمبر خدا رفته در آمدن که در حالت بیماری هست. وقتی که نزدش در آمدن و همون جوان به پدرش نگاه میکرد، پدرش هم یهودی. پدرش به جوان نگاه میکرد، گاه به پیغمبر نگاه میکردن. در مبین ویها یک سر و اسراری بود. بعد نگاه کردن که پدر وقتی که همون پسرش این محبت پیغمبر اسلام، این عدالت پیغمبر اسلام، این شفقت پیغمبر اسلام دیده، به سوی پدرش نگاه کرد. پدرش به مانند یک چیز تصدیق میکردن کلش رو اشاره کرد. بعد از همون گفتن همین سخن و ایمان آورد. بعد نقل کرد پدرش که ابوالقاسم میگفتن پیغمبر خدا را، نبی الله نمیگفتن یهودی ها، پیغمبر نگفتن که ابوالقاسم، و این میخواست که دین قبول کند، لیکن من ممانعت این شدم. امروز من راضی هستم که این دین تو را قبول کنم از سبب شفقت و مهربانی پیغمبر صلی الله. حتی یکی از مسیحی ها هم که پیغمبر وی را میشناختند، وقتی که بیمار شد برای عیادت وی رفتند، برای یعنی بیمار بینی وی رفتند. از همین لحاظ دین مبین اسلام این بات دین شفقت است، دین رحمت است. در همه جبهه این حق و حقوق همه را بجا میبرد، چون که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان چی میگوید؟ ولقد کرمنا بنی آدم، ما فرزند آدم عزیز مکرم کرده هستیم. البته طبق سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر یک کس جناب رسول الله حقش بجا میآورد. تشکر استاد. و در انجام برنامه ما میخواستم از صحبت امروز یک نتیجه گیری میکردیم در مورد اون که واقعا هم عیادات تنها این عیادتی گوییم اونهایی که تنها مریضند نیستند، فرض کردیم نفرانی که بازم برجامانده هستند، در خانه های معیوبان هستند، در خانه های پیران سالان اقامت میکنند، آنهایی که احتیاجمند. اگر چندی مثلا در شرایط امروز دولت و حکومت امروز خانه های مخصوص بسیار با شرایط های موافق برای نفرانی برجامانده، خانه های پیران سالان، نفران تنها را تشکیل کرده، با همین شرایط تهیه کرده است. اما از حال آنها خبرگیری کردن خود یک مکتب است برای انسان ها که مثلا انسان در تمام تقدیر خودش از چیزی در ایمن نیست و او نمیداند که بگاه با او چی می شود. در برابر عیادت مریض هم شخصانی که احتیاج دارند به همون عیادت، سبب ویها از این هم کم نیست. بله. چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خودشان الگو، خودشان معلمی بشریت بودن. شخصانی که احتیاج داشتن همراهشون صحابگان گرفته رفته
ҳавайҳоро чо мекарданд, иёдат мекарданд. ва дар ҳамин бора фазилатҳои иёдати шахсони муҳтоҷам пайғамбари худо ҳадисҳои бисёре мегӯянд. Касоне мегӯянд пайғамбари худо барои шахсони эҳтиёҷманд зиёрати вайҳо меравад ёки барои баровардани ҳоҷати вайҳо меравад ва монанде ки рӯзҳои дароз рӯза достааст ва шабҳои дароз, яъне қоимуллайли соимуннаҳор, шабҳои дароз ибодат кардааст. Албатта дар бораи одоби беморбинарам як гуфта гузарем, чунки одоби беморбинарам мегӯянд ки пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам, шумо вақте ки мехоҳед ки дидани як бемор равед, ҳаракат кунед дар як вақти муносиб равед, вақте ки ҳамон барои меҳмон машаққат набошад. дуюмаш мегӯям, мана ҳозир дар беморхонаҳо мебинед ки вақтҳои муайян кардагӣ ҳастанд ки дар ҳамон вақт бояд ки иёдати беморҳо манъ аст. ҳаракат кунад инсон ҳавай риоя кунад, чунки ҳавай духтурҳо табибҳо медонанд, ёки дар хонаш бемор бошад, агар шумо медонед ки бемор дар як ҳолате ки ҳаст ки ё масалан ба вақти саҳар ё як вақти муносибе ёфта иёдати бемор. Ва дигар чиз ҳамин ки вақте ки бемор даромад назди дуое ки пайғамбар мекарданд, дуо кунад, дуои бемор гирад. Ғайр аз инам дар назди бемор бисёр нишастанд. Инам одоб нест. Ва инчунин ба ҳамаи аъзои бадани бемор, шояд ки меравед бемор дар як ҷошак барам пайдо шудааст, дар як ҷошак нишони бемориш яъне мушоҳида карда мешавад. ба ҳавай ин қадар бисёр назар афкан кардан, ғайр табиб бошад, албатта ин чизи дигар аст, лекин одами беморбине ки меравад, чунки дар дили ҳамон бемор шояд ки баъзе чизҳои ноумедӣ аз ҳаёт пайдо мешавад. барои хотири инам таълимоти пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар бораи одоби яъне мариз ва инчунин мартабаи шахсони эҳтиёҷманда, яъне савобаша, бузургиша, азаматаша баён мекунанд ки ман кана фи ҳоҷати ахиҳи кана аллоҳу фи ҳоҷатиҳи. Сабаби рафтан пеши бемор, албатта ин якумаш ҳамин ки шояд ки ҳамон бемор як эҳтиёҷ дорад, эҳтиёҷша набошад дуоша мегирад, дар ҳаққаш дуо мекунад. Як шахсе ки шумо гуфтед дар хонаҳои шахсони камбизобу яку танҳо дигар инҳо албатта меравед, шояд ки шумо аз сабаби ҳавай як ҳоҷати ҳавӣ мебароред. аз барои хотири ин вақте ки ҳоҷати ҳамон шахси муҳтоҷе ки баровардед, парвардигор ҳоҷати шуморо ҳам дар ин дунё ҳам дар охират мебарорад гуфта пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам ин чизҳоро тавсия мекунад. ташаккур устоди азиз барои шарҳи ин мавзӯъ. ростӣ чун дар оғози суҳбат гуфтем ки беморӣ як ҳолати равонии инсон аст, як ҳолате аст ки ӯ дард дорад, дарди тан ва дарди равонӣ, ва ин ду ҳолат ба ҳам меояд ва ҳатман як дорие ҳаст, ғизои шифобахше ҳаст ки ин каломи гӯем шифобахши ҳам табиб ва ҳам нафари иёдаткунанда. ва фикр мекунам баъди ин барнома ҳар як нафаре ки аз ин барнома барои худаш чизе гирифт, албатта мо худро сарфароз ҳисоб мекунем ва иёдати нафарони бемор ҳамешагӣ дар зеҳну андеши мо доимӣ боқӣ хоҳад монд, ба хотири оне ки бо ин амала мо ҳам савоб мегирем ва ҳам як дили як нафари дигареро шод месозем. хайр, хонатон обод бошад.